بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این درسی دوم است درباره احوال عرب پیش از اسلام و چی رفتار و کرداری بدی و ناسزایی داشتند و چی رفتار و کردار و اخلاق نیکی داشتند به شما پیشکش میکنیم. گوش دهید، بهره برید و به دیگران رسانید تا دیگران هم بهره‌مند شوند و شما از پاداش نیک محروم نشوید. و چگونه دین ابراهیمی را ترک کردند و به شرک ورزیدن به الله چنگ زدن و بت پرستی را شروع کردند و چی دینهایی بود در زمان آنها. همه این را برای شما پیشکش میکنیم. و از قدیمترین خلق کی دانسته شد، شناخته شد در یمن، از عربای عاربه قوم سبع است. وقتی کافتکو درباره همینها درباره همین قوم سبع وقتی کافتکو قوم یافتند که نومش اور بود، که آنها 25 عصر پیش از میلاد بدن، یعنی 10500 سال پیش از میلاد، و نشأه یافتن و تمدن آنها، مدنیت آنها، پیشرفت آنها، گسترش یافتن همون سلطت آنها و ضبط کردن آنها و نشأه یافتنشون 11 قرن پیش از میلاد بود، یعنی که 1100 سال پیش از میلاد نشأه یافته بودن و ترقی کرده بودن در چی؟ در ساحه دولت و ساحه سیاسی و ساحه اقتصادی. خلاصه درباره عرب ها زیاد سخن است، ولی ما خلاصه گپ می‌بینیم. برای ما همون حالت سیاسی و حالت پادشاهی و حالت سیاسی و امارات چیز در کار نیست. ما همون خلاصه شم میگیم درباره دیانت عربا. با کدام دینداری میکردن، کدام دین میشماردن، دین خودشون و عبادت میکردن. چخیلی که میگوید همین صاحب کتاب، بیشتری عرب ها پیروی دعوتی کی بودن؟ دعوت اسماعیل علیه السلام، وقتی که دعوت کرد به دین پدرش ابراهیم علیه السلام. پس الله عز و جل عبادت میکردن و یگانه میدونستن، به همین دین چی میکردن؟ دینداری میکردن، تا آنی که وقتی طولانی مدتی دراز گذشت و فراموش کردن آنچه که مدتی همین سالا و عصرها آهسته فراموش کردن دین ابراهیمی را، ولی از همون دین ابراهیم برای آنها توحید باقی ماند و بعضی از همون رمزهای که شعیره های اسلام از دین ابراهیم مانده بود، تا آن وقتی که عمرو ابن لحی رئیسی همون قبیله خزاعه آمد که یکی از یعنی نشأه یافته بود در چی؟ یک کاری بزرگی و بسیار خیری میکرد و صدقه و چی داشت و حسمند شوقمند بود به چی؟ به همین امر دینی حرص و شوقت داشت. مردم او را دوست داشتند، به او محبت پیدا کردند و گمان نیک میکردند و با یکی از عالمان بزرگ میشماریدند و یکی از اولیاء او را میشماریدند. پس هنگامی که عمرو ابن لحی سفر کرد به شام، پس در آنجا دید که همون چیا آنها چه عبادت میکنن؟ بت پرستی میکنن، بت پرستی. پس همین بت پرستی را چی؟ بت پرستی را نکو شماری، پسندش آمد و گمان کرد که همین حق است. برای چی؟ برای که شام در اون وقت چی بود؟ جای پیغمبران و جای کتاب ها بود، از آسمان می آمد. پس با همراهیش یک چی آورد؟ یک بت آورد که نامش حبل بود و در خانه کعبه را چی؟ در خانه کعبه را یعنی که گذاشتش و اهل مکه را به شرک دعوت کرد. پس اهل مکه همون انسان همچون مرد نیک میشماریدن، میپسندیدن، به دعوت او چی؟ به دعوت او استجابت کردن. پس آهسته آهسته اهل حجاز هم اهل مکه را در همین کار در شرک پیروی کردند. برای چی؟ برای که اهل مکه آنها چی بودند؟ آنها خانه کعبه را اهل حرم بودند، خانه کعبه را نگهبانی میکردند. وقتی آنها همین کار کردند، دیگران چی؟ گمان کردند که این کاری نیک است و پیرویش کردند. و از قدیمترین از بت‌های آنها نمش منات بود، منات و لات در طائف همچون بت برای خود، همچون خدا برای خود چی قائم کردن، برپا کردن و عبادتش کردن. پس عزه در یک جای نمش وادی و نخله بود، در اونجا گذاشتن برای عبادت، یعنی که هر بت هم بتاره منات لات در هر جا گذاشتن و عزه را هبل در همه جا گذاشتن، در جای گذاشتن که در همجا عبادت میکردن. این همون سه بزرگترین بت‌های آنها بود که آنها پیروی میکردند و آن را عبادت میکردند. در همه جایهای حجاز آنها را گذاشتن و به آنها سر و سجده میکردن، تعظیم میکردن و چی میکردن. پس گفته میشود که عمرو ابن لحی همون انسانی که شرک به جزیره عرب آورد، وی با جن سر و کار داشت. خلاصه بعد گویا که جن او را خبر کرده است که همون بت‌هایی که در قوم نوح بودن که نامشون ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر، که آنها دفن کرده شده هستند در جده در حجاز قریبی مکه. پس آمدند و مشورت کردند و همونا را آوردند به سوی
به سوی تهامه آوردند، تهامه یک جا. وقتی که حج، مردم که حج آمد، به همون قبیله ها کسی که می آمد حج، به همونها همون بتا را میدادند برای پرستششون. پس همون بتا را تقسیم کردند، مردم گرفتن همون بتا را به وطنشون بردن. برای همین به هر یک قبیله، در هر یک خانه دیگر بت بود، همه دیگه به بت پرستی مشغول شدند، ترک کردند پرستیدن الله عز و جل را. و همچنان مسجد حرام مکه پر از چی شد؟ پر از بت ها شد. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مکه را وقتی که آزاد کرد از دست مشرکان، در گرد اطراف مکه 360 بت یا که صنم بودند. پس همه آنها را افتاند، شکست و امر کرد که از مسجد برآورده شوند، از گرد اطراف مسجد و سوزانده شوند. همین طور شرک و پرستشی بت‌ها ظاهر شد، پیدا شد، منتشر گسترش یافت. و یکی از ظاهره ها، از مظاهری چی بود؟ دین اهل جاهلیت، بت پرستی. بعد که آنها که پرستیدن الله یکا و یگانه را ترک کردند، دین ابراهیمی را و بت پرستی آغاز کردند و دعوا می‌کردند که آنها در چی هستند؟ دین ابراهیمی هستند. و بعضی از عادت ها و مراسم داشتند در چی؟ در عبادتی، در پرستشی همون بت‌ها. بعضی عادات و تقالید داشتند، مراسم داشتند، انجام میدادند. خیلی که آتش پرستا ایما میکردند. همه اینا کی چی کرده بود؟ پیدا کرده بود. همه این پیدا کرده بود. همه این عادت و تقالیدی که میکردن برای همون وقتی پرستیدن بت‌ها، همه اینا جاری کی کرده بود؟ عمرو بن لحی. و گمون میکردن که همین عمرو بن لحی همین نوآوری کرده است، دین ابراهیم را ترک کرده است، نوآوری کرده است. این چی است؟ این یک نوآوری نیکی هست، خوبی هست. و چخلی که ما میگن که نوآوری خوب است، بدعه حسنه خوب است، بدعه حسنه هست که بدعه حسنه در دین وجود ندارد، همه بدعت گمراهی است. و این یعنی که این تغییر دادن دین ابراهیمی نیست، این یعنی که یک چیز نو ما آوردیم، نو به فکر خودشون نو آوردیم و همین چیز در دین ابراهیمی ما نو جاری کردیم، بدعه حسنه است، نوآوری نکو است. خلاصه از همین مراسم و تقالید و عادات هایی که داشتن در همون بت پرستیشون، یکمش همین بود که خلاصه در گرد اطراف همونها جمع میشدند، به آنها التجا میکردند، از آنها طلب کمک میخواستند در وقت سختی ها و دعا میکردند در وقت قضای حاجتشون. اعتقاد میکردند که همین بت ها آنها را روز قیامت شفاعت میکند، با آنها کمک میرساند، آنها را شفا میبخشد و هنسی که میخواهند امور برای آنها، همون بت ها گویا که برای آنها چی میکنند؟ آماده میکنند، تحقیق میکنند. و دویم از همون مراسم و تقالیدش همین بود که آنها به سوی آنها حج میکردند، یعنی حج می آمدند و گرد آنها طواف میکردند و خاکساری و پستی و سرخمی و چی میکردند در نزد آنها و برای آنها سجده میکردند. و سوم همین است که به آنها نزدیک میشدند، یعنی همچون به عبادت کردن آنها به آنها نزدیک میشدند. مثل چی؟ مثل قربانی کردن، برای آنها ذبح میکردند، برای آنها میکشتند، با همون نامهاش میگرفتن و مثلا بت فلانی به اون نامهاشون برای آنها چی میکردند؟ قربانی میکردند. خیلی که الله عز و جل میگه ده نمودی از همون قربانیش میبرد. الله عز و جل میگه و ما ذبح علی النصب، الله میگه که اون چه که قربانی میشید برای هم بتهاشون. با الله میگه که ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نخرید از آن چیزی که در اون نام الله ذکر نشده است، از اون چیزی که قربانی کردی و کشتی ذبح کردی در اون نام چی گرفته نشده است. خلاصه با از نمودهایی که آنها با همون بتهاشون نزدیک میشدن، این بعضی چیزاش نه برای همون بتهاشون از خوردن و از غذاشون، از نوشاکیشون برای آنها چی خاص برای همونها میکردن، برای بتهاشون. یعنی که نصیبی از همون چیشون، از همون حاصلاتشون وقتی که حاصل میگرفتند، از همون چارباشون برای آنها خاص میکردند. بعضی چیزایی که برای همون بت‌ها میکردند خاص میکردند، برای الله نمیکردند. آن چیزی که برای الله میکردند برای آنها میکردند. و از بعضی از همون نمودهایی که آنها نزدیک میشدن به همون بت‌هاشون، این نظر میکردند. در چی؟ در همون کشاورزیشون، در وقت حاصل گرفتن کشاورزی، یا که در وقت همون چارپا پروریشون، یعنی برای چی؟ برای همون بت‌هاشون نظر میکردند. که بعضی از حاضر در بیشتری جا دیده می شود که مسلمان‌ها همین کار را میکنند، برای اولیاشون، برای اون پیراشون سجده میکنن. و ببینید که مردم چی کار کرده ایستادن، از قریشی‌ها میگذرونند در بعضی حالت‌ها. و عرب‌ها همین کار رو میکردن، همین کارهایی گفتیم موضوع از قربانی و از ذبح و از نذر و همه این کارا رو میکردن. پرسیدن اینا همین کارا میکردن، قربانی میکردن، دیگه چیزا میخواستن که به همون بتاشون، به واسطه بتاشون بچی به الله نزدیک شوند. و همین گمان داشتن که اون وقت این کارا میکنن به الله نزدیک میشوند. اینا همون
بت‌هاشون اونها را به الله میرسوند و شفاعت میکند. چون خیلی که حاضر مردمان ما میکنن در تاجیکستان، در دیگر آسیا میانه مثلا همون برای همون اولیاشو میروند نظر میکنن و برای اولیاشو میروند ذبح میکنن و کفر شرک قریشا را میکنن. اصلا برای همین برادرای گرامی بر حذر باشید از این کارا. قربانی و ذبح و نظر و همه این چیزا برای الله است، تنها برای الله است. همون میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما آنها را عبادت نمیکنیم، ما هم میخواهیم که آنها ما را به الله نزدیک کنند. باز الله میفرماید که و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم، و از غیر الله چرا میپرستند که اون چیزها عبادت میکنن که اون چیزها نه ضرر رسونده میتونن نه یگان منفعتی به آنها جلب کرده میتونن. و میگویند که و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، آنها شفاعتگرای ما هستند در نزد الله، یعنی که همون بت‌ها برای اینها شفاعت میکنند. همین خیلی که میگن که همون اولیای ما فلانی اولیا ما را در نزد الله شفاعت میکند. همین قولی همون هاست، قول مشرکای قریش. و همین قولی کی است؟ قولی بعضی از همون نفرانی که همین گپا را در تاجیکستان میزنند در دیگه دولت‌ها. برای همین بر حذر باشید از این سخنهای شرک و کفری که برابر قریش نشوید برادران گرامی، بر حذر باشید و دیگران هم آگاهی دهید. خلاصه باز همون عربای در قریش بودن، آنها به چی؟ به خبرهایی که فالبینا و جادوگرا و ستاره شناسا باوری داشتند پیش آنها میرفتند، از آنها خبر میگرفتند، خبرهایی که در آینده چی میشود با اینا باور میکردن. و بعضی از همون فالبینا و جادوگرا دعوا میکرد که وای چی دارد، وای جین دارد، جین برای او خبر میبیارد. خصوصا همین کارا هم میکردن و همین کارا هم حاضر رفته ایستاده است. در تاجیکستان رفته ایستاد، پیش فالبی میرن، پیش جادوگر میروند، فلان چی میشود، فلان چی میشود، یعنی که همون درباره آینده شون میپرسن از چی، از جادوگر و از چی، از فالبین و از دیگرها. این کفر است، شرک است برادرای گرامی. برای همین از این عملها پرهیز کنید، دوری جویید، عقیده اسلامی را بیاموزید. خلاصه با بعضی چیزها چی داشتن؟ تشاؤم داشتن. مثلا تشاؤم چی است؟ یک چیز مثلا شکست اومگا خیلی است، یا که مثلا تشاؤم همین است که بعضی چیزها مثلا پرنده را مثل که قریشا میکردن، مثلا پرنده را میگرفتن هویش میکردن، دست راست میرفت سفر خوب است، دست راست نمیرفت دست چپ میرفت سفر نمیکردن. خلاصه بسیار چیزایی که با چیزها آنها یعنی که چی میکردن؟ همون تشاؤم میکردن. یعنی اگر همون چیز مثلا مثل که از ما میکنن پیشک، مثلا از پیشک سیاه برآمد عقب میگردد نمیرود پیش دیگر، یا که یک چیز شکست میگه خیلی میشود، یا که یک فلان چیز چی خیلی میشود. هر گپایی میزنن که یا که مثلا میگن بعضی چیزایی میکنه که عمر دراز میکند، بعضی چیزا میکنه که مثلا گناه ها را میبخشند. همه اینها از کارهای چی؟ از جاهلی عرب برای ما آمدگی است، از همون دین خریستانی و از دیگر دین هایی که کفر شرک در آنها گسترش یافته است. و حتی با وجود همین قدر کفر و شرک اهل جاهلی برای آنها بعضی از همون باقی مانده های دین ابراهیم هم چی باقی مانده بود، مثل بزرگ شماریدنی چی خانه کعبه را خیلی بزرگ می شماریدن، مثل طواف کردن گرد خانه کعبه و حج و عمره و ایستادن در عرفه و مزدلفه و چی کردن و قربانی کردن. همین کارا رو هم میکردن در مقابل همون چی، در مقابل همون کفر و شرکی که میکردن. و وقتی که می آمدن همچون عمره می آمدن بعضی مردم غیر همون انسان، همون مردمی که در خانه کعبه بودن، غیر اونها وقتی که می آمدن به عمره می آمدن یا حج می آمدن به خانه کعبه طواف نمیکردن مگر به همون لباسایی که همون اهل مکه به آنها میدادن. اگر اون لباسا نمیبدن، لباسا نمیشه لباسای حمص، اگر اون لباسا نمیبدن پس مردان برهنه و لوچ گرد خانه کعبه طواف میکردن. و زن هم لباسش میگذاشت مگر همون یک لباسی دراز ای بالای همون خیلی برهنه بود و از بالا هم خیلی لباس میپوشید، یک لباسی هم خیلی مثل جامعه کلان میپوشید و که همون جامعه کلان شکاف بود، یعنی که همون شکاف بود، با همون طواف میکردن. الله عز و جل وقتی که اسلام که آمد اینا من کرد و این کار من کرد. و قریشی ها همین بودن که در وقتی پوشیدن همون احرام لباسای همون برای خانه کعبه طواف کردنشون، وقتی که میپوشیدن اونها را وقتی حول احرامشون بودن در احرام در وقتی همون ماهای حج، آنها از دروازه های خانه نمیدر آمدن، آنها از پس خانه یک جا چه میکردن؟ سوراخ میکردن و از همون جا از پس خانه میدر آمدن، به دروازه های خانه به خانه نمیدر آمدن و حساب میکردن که این چی است؟ این همچون جفا است. و من این قرآن الله عز و جل اینها رو در قرآن من کرد. همین دیانت همینا بود، دیانت شرکی و پرستش بت‌هاشون. به همین وهم و خرافات و خزعبلات اینا چی داشتن؟
اینا اعتقاد داشتن بیشتر عرب و در آنجا بعضی از یهودا بودن و مسیحیان بودن و مجوسیان بودن و صائبه در همون گرد اطرافی از عربا بودن، در همون زندگی میکردن. یعنی هم دینی چی داشتن؟ هم دین یهودی و هم دین مسیحی و هم مجوسی بود. آتش پرست. درباره حال اجتماعی عرب پیش از اسلام چگونه بود؟ خلاصه عربا هم طبقه بودن. طبقه عربا طبقه میانش، طبقه بای میانش، علاقه مرد با زن بسیار به یک درجه چی بود؟ درجه بزرگی بود. درجه از ترقی و مدنیت داشتن، پیشروی داشتن. یعنی که آدمایی چی بودن؟ بسیار به هم دیگر رفت اومدی نیک میکردن، رفت اومدی نازک میکردن و زن آزاد بود. یعنی زن آزاد بود، خواهش آزاد داشت و در بین مردها چی بود؟ در بین مردها خیلی چی داشت؟ قدر و قیمت داشت. در جاهلی عربا اگر یگان نافهمی میشد مثلا درباره زن، حتی برای زن کشاکشی میشید، شمشیر برداری و کشاکشی و خونریزی میشید. خاصه همین بود، یعنی که از زنها دفاع میکردن، یعنی که هم ناموس و ننگ و ناموس داشتن. این درباره چی بود؟ این درباره همون طبقه میانش و همچنین در اون زناشویی خیلی بود. با چی بود؟ با نکاح میکردن. خیلی که نکاح حاضره میکنن همونا هم نکاح میکردن، پدراشون آنها را میدادن، اخترار پدراش میدادن. و اما اینا حال همون چی بودن؟ همون آدمایی که حال میانه و حال همون طبقه بلند شون. اما طبقه که از همه پس بود، طبقه که پستر بود، در اوج چی بود؟ در اوج آلودگی بود بین مرد و زن. یعنی که خیلی که ابو داوود روایت می‌کند از مادرم عایشه رضی الله عنها، نکاح در جاهلی عربا 4 نمود میشید یا که با 4 تقسیم میشید. یکم نکاح همین بود که یکم نمود نکاح همین بود که نکاحی که مردم حاضر نکاح میکنن، یعنی دختر ولیش پدرش به شوهر میدهد، مرد پیش پدر دختر میرود، صحبت میکنن و نکاح میکنن و بزنی میگیرن. این نکاحی که حاضر است. مثل همین نکاح هم داشتن، مهر میتید و نکاح میند و اتفاق مینن زن میگیرد. دیم نمود نکاح می بود که مرد وقتی که زنش پاک میشید از حیض چیکار میکرد؟ پاک میشید، زنش میفرستاد به کی؟ به پیش یگان مرد دیگر، یگان مردی که مثلا اون مرد زیباست یا که جسور است، زنش به پیش همون مرد میفرستاد و چی؟ قطعا همون مرد خواب میرفت همون زنش و شوهرش وقتی می آمد شوهرش رو دیگه دست نمیکرد تا اونی که از همون مردی بیگانه حامله دار نشود. وقتی که از مردی بیگانه حامله دار می شود، اگر وقتی که حاملگیش بیان شد، ظاهر شد، پس آنه که هم شوهری خودش بعد دیگه چی؟ اگر خواهد خطیش هم مستری میکند. نیکی من شوهری خودش و یا می فرستاند به پیش دیگر مرد، از اون مرد فرزند میگیرد برای زنش، برای زن خودش. ببین در جاهلی عربا چه خیلی است. پس برای چی نکاح میکردن؟ برای که اون مردی که این مرد زنش میفرستاد به پیش او، شاید اون مردی ذکی بود، شاید مردی چی بود؟ ثروتمند بود، شاید مردی عاقل بود، شاید مردی با قوت بود، زور نیرومند بود. از همون چی میگرفت؟ این نکاح نموش نکاح استبضاع بود، یعنی که از کسی که آبی منی میگیرن داخلش زنک. نکاح دیگر نمودش چند کس جمع میشدن از 10 کمتر. پس همون 10 کس فقط یک زنک قطیش همبستری میکنن. 10 کس از 10 کمتر یک زنک با یک زنک فقط همبستری میکنن همشون. وقتی که همون زن حامله دار شد و همون حملش همون فرزندش گذاشت و چند روزی گذشت، پس همون زن با کدام همون چند کسی قطیش خواب رفتگی است، همون فرزند با کدام اشخاص نسبت میتید. مثلا با 8 کس 9 کس هستند، با کدام از آنها خاص میگن فرزند توست. پس همون انسان یا پدر این میشود. همون کودک فرزند همون انسان میشود. یعنی زن اختیار میکند. اون مرد من کردن دیگه نمیتونست، نمیگفت که نه، همش جمع میکرد یک جایی و میگفت که فلانی پدر همین چی است؟ پدر همین کودک است. پس همون انسانی که بود همون انسان نامش میگذاشت و به همون انسان چی نسبت داده میشد. نکاح چهارم پس مثل حاضره هستن کو، مثال حاضره همون زنکای فاحشه هستن. چهارم نمودش همین بود. نکاح چهارم نمودش همین است که بسیار مردم در خانه یک زنک میرفتن، یک زنک هم بستری میکردن، مثل که فاحشه مثلا. و اون زنها در دروازه هاشون در همون زنهایی که هم خیلی بودن فاحشه، در درهای خانهشون یک چی پرچم های را آویزان میکردن، پرچم فلگ بیرق آویزان میکردن. از همون معلوم میشد که همون زنی چی است؟ زنی فاحشه است، که برای مردم بشناسن که همین زن هم خیلی هست و میدرآمدن به پول و که بچی خواب میرفتن خطیش همراهش. پس وقتی که حامله دار که میشید، همه همون کسی که خطیش خواب رفته است همون جمع میشیدن. پس همه همون آدم‌های که خطیش همراهش هم بستری میکردن، دعوت شو میکرد و بعد یک انسان بود نموش القافه، همون انسانی که مثل طبیب می اومد و همون فرزندی که تولد شده است همه اونها را میدید و به شکل اونها از روی پایهای از روی
انگشتان پا میدید که همین فرزند به کی نسبت دهد، به کی مانند است این فرزند، به همون نسبتش میداد همین انسان. این نومش چی میگفتن؟ نومش القافه. پس یگان کس این کار کردن نمیتونه. وقتی که به یک کس نسبتش داد گفت که این فرزندی توست و تمام فرزندی بعد میشید و یگان هیچ سخن دیگر زیادی گفتن نمیتونید. پس وقتی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم برانگیخته شد به پیغمبری شماریده شد، همه نکاح‌های اهل جاهلی را برهم داد مگر نکاحی که در اسلام هست، همون نکاحی که مثلا چی میکنن، مرد پیش پدر دختر میرود و نکاح میکنن و اتفاق میکنن و مهر میتین و همون شاهد و ولی همون چی در اسلام اقرار کرد پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم. باز از همون عادت‌های بدی که داشتن در جاهلی، آنها یعنی که عددی به حساب زن میگرفتن و دو خواهر هم میگرفتن و زنی میگرفتن. دو خواهر هم اسلام اومد منش کرد. همه خیلی دیگر اگر زنهای پدراشون هم میگرفتن، پدرش که میمرد زنی پدرش هم با زنی میگرفتن. اگر وقتی طلاقش میکرد یا که وفات میکرد، بعد الله عز و جل اومد و چی همه اینا را در آیات‌های قرآن الله عز و جل منع کرد. و طلاق هم در دست مردان بود در جاهلی. خلاصه یعنی که در همه طبقه های بلند و پایان و میانه همین فاحشه کاری و زنا بین مرد و زن بسیار چی منتشر بود و گسترش یافته بود. مگر بعضی از مردان و بعضی از زنهای بودن که بانوانی بودن که همین کار نفس طبیعت چون این کار چی انکار میکرد، نمیکردن این کار را، این کارهای رذیله و فاحشه گیر نمیکردن و بیشتری آنها زنهای آزاد این کارو نمیکردن. یکی غلامان این کارو بسیار میکردن، زیناگری و این کارو بسیار میکردن. باز از اخلاق بدی آنها همین بود که یعنی چی علاقه بین فرزند و بین پدر بود. آنها وقتی که فرزند دختر که تولد میکردن، دختر برای آنها چی بود؟ دختر برای آنها عار بود، شرمندگی بود. برای همین دخترها وقتی که تولد میکردن یا که در وقت تولد کردن میکشتنش، چقری میکردن، گورش میکردن، یا که وقتی کلام میشید زیب و زینتش میکردن و میبردن چی در چاه میپرتافتنش. خلاصه یا که فرزندای خود را از چی از ترس، بیمی، کمبغلی و بینوایی میکشتند. همه اینا را الله عز و جل وقتی که قرآن نازل شد، همه اینا را الله عز و جل منع کرد، این عملهای ناسزا و ناشایسته را. اما در برابری معامله مثلا مرد با برادراش، با پسران امکیش، با امکیش و با قبیلش بسیار علاقه چی بود؟ علاقه استوار بود، علاقه قوی بود. یعنی که همچون یک چی بود؟ یعنی که متعصب بودن، بسیار قومگرایی داشتن، یعنی که دفاع از قبیله خود میکردن، در حق باشد یا که باطل باشد، برای اون جنگ میکردن، برای اون میمردن، برای اون خون میریزاندن برای قبیله های خودشون. خلاصه ما خلاصه میگیم برای بسیار است. در مسئله اخلاق و در مسئله ضیافت، هرچند در جاهلی آنها یعنی که اخلاق بد داشتن و عملهای ناسزا و ناسایشته میکردن، ولی در برابر اخلاقای حمیده هم داشتن. یکی از همون اخلاقایی که نیک و نکو بود این چه بود؟ این بسیار انسانایی چه بودن؟ یعنی که ضیافت میکردن، مهمان نواز، مهمان دوستدار بودن، بسیار فخر میکردن. وقتی که مهمان برای آنها می اومد فخر میکردن، بسیار شعر می نوشتن که عربا بیشترش چه بود؟ بیشترش شاعر بودن، شعرهای بسیار زیبا می نوشتن درباره جوانمردی و دلیری و جسوری. اگر وقتی که بر آنها یگان مهمانی که می آمد در وقتی تنگ دستیشان، در وقتی گرسنگی چیزی داشتن برای مهمانشان چی دریغ نمی داشتن. حتی اگر یک گاو، یک گوسفند، یک چیز داشتن، همون را برای همون چی همون یک چیزی که احتیاج به او داشتن و از همون زندگی آنها بود، همون را برای مهمان چی میکشتن، برای مهمان می آوردن. و از اخلاق حمیده آنها در جاهلی این چی بود؟ این وفا کردن به عهد و پیمانی که میدادن وفا میکردن. یعنی که در عهد و پیمان بسیار چی پافشاری میکردن، این وقت خیانت نمیکردن، عهد همه وقت وفا میکردن. هرچند اگر جانشون از دست دهن هم چی به همون عهد و پیمان خود وفا میکردن. همه خیلی دیگر عزت نفس داشتن و پستی و خاری را قبول نمی کردن و بسیار غیرت داشتن، رشک داشتن. هیچ وقت خاری و ذلیلی و پستی را قبول نمی کردن. باز از همون نکویی اخلاق همین بود که یک کار وقتی پیش می گرفتن همون کار انجام می دادن. فریب و خیانت و دروغگویی در آنها کم بود. یعنی که حلم بود، انسانای نرم بودن، انسانای اخلاقای نیک بودن. به همین آنها را ستایش میکردند، در شعراشون میگفتند. ولی چقدر عملهای ناسزا و ناسایشته هم داشته باشند، ولی الله عز و جل عربا را برای چی اختیار کرد؟ برای همین رساله نامه بزرگی اختیار کرد و یکی از آنها را به پیغمبری برانگیخت که محمد صلی الله علیه و سلم بود. و پیغمبر و دین اسلام که آمد آنها را
از همون بعضی چیزایی بود، بعضی همون خصلت ها و بعضی رفتار و کردارهای ناسزا و ناسایشته بود، آنها را چی من کرد، و بعضی اخلاق نکو و رفتار و کردار نیک بود، آنها را چی اسلام اقرار کرد، مثل عزت نفس، مثل دروغ نگفتن، دفاع از وطن و دفاع از دین، و مثل یعنی که عهد و پیمان وفا کردن، خیانت نکردن، مثل مهمان نوازی، مهمانداری را اقرار کرد اسلام. یعنی اسلام برای آنها را هم از همون جاهلی، از پرستیدن مردم، پرستیدن شخصیات، به چی برد؟ به پرستیدن الله عز و جل. و سبب شدن عرب ها در چی؟ سبب شدن عرب ها به دعوت دیگر مردم را چی؟ و همین خیلی است که به ما دین آوردن، قرآن آوردن، حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسوندن برای ما. خلاصه همین بود کمتر خلاصه درباره عربا. این بسیار است، این کتاب بسیار نوشتگی است، ولی من خلاصه کردم برای چی؟ برای که من بعض نقطه ها را برای شما، همون نقطه هایی که مهم بودن و فهمیدن آنها برای شما بسیار مهم بود، همون را برای شما که از روی جهت عقیدوی برای شما بسیار لازم بود، همون را برای شما گفتم. که در این باره بسیار هست چه تقسیمات عربا به قبیله ها میشوند، حالت اقتصادیشون، حالت سیاسیشون، حالت اجتماعیشون، پاچاهاشون، خلاصه همه اینا شاید که اون وقت دیگر برای شما چی شرح دهم، ولی همین خلاصه بود درباره همین عربا، یعنی که عرب چی معنا داشت و تقسیمات عربا، و تا چی رسیدیم درس آینده و ان شاء الله از نسب پیغمبری بزرگوارمون صلی الله علیه و سلم آغاز میکنیم و سر میکنیم درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خود سیرت پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم، و منتظر باشید ان شاء الله که درباره پیغمبری بزرگوارمون محبوب ترین شخص برای الله گوش دهید و در سر به دیگران رسانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید.